دکتر فروردین به همراه تیمش با تکنولوژی جدید عمل پیوند شبکه‌ای مصنوعی چشم را انجام می‌دهند. انشاءالله امروز در زمینه چشم پزشکی ما شاهد اولین عمل پیوند شبکه‌ای مصنوعی در کشور عزیزمون خواهیم بود. عمل با بهترین فوق تخصص‌های چشم پزشکی آغاز می‌شود. در این عمل جراحی پیچیده و پیشرفته با قرار دادن دستگاهی کنار چشم بیمار، تصاویر ضبط شده از محیط به وسیله کابلی روی شبکه چشم انتقال داده می‌شود. بیمار توانایی این رو پیدا می‌کنه که تا حدودی بتونه تصاویری رو مشاهده بکنه. پس از 6 ساعت این عمل سنگین تمام می‌شود. خوشبختانه این عمل جراحی بسیار پیچیده با موفقیت کامل به پایان رسید. لحظه باز شدن چشم بیمار به جهان فرا می‌رسد. اکنون این عمل با هزینه حدود 700 میلیون تومان در شیراز انجام می شود که قرار است مورد حمایت دولت و خیرین قرار گیرد. با این تکنولوژی چراغ امید در دل بیش از 12,000 نابینا در کشور روشن خواهد شد.